این داستان فالوور عزیزمونه که میگه من زمانی که باردار بودم 5 ماهم بود. همیشه تو خونه سر و صدا میشنیدم. یه بار که شوهرم صبح زود رفت سر کار، من بعدش خوابیدم. دوباره یه صدای بدی کنارم اومد، بیدار شدم. از ترس خوابم نمی برد. دیگه تا شب شد و شوهرم اومد و بهش گفتم، اما خیلی جدیم نگرفت و گفت شاید خیالاتی شدی. شب که شد خوابیدم و تو خواب خودم رو دیدم که رو تشک خواب بودم. کنارم رو مبل یه پیرمرد بود، مثل دیوونه ها میخندید و مثل بچه ها روی مبل بالا و پایین میپرید و قوز داشت و صدای خنده های خیلی بدی داشت. از خواب پریدم و حسابی ترسیده بودم که فرداش رفتم از یکی کمک خواستم. اونم گفت روی چند تا برگه سوری ناس رو بنویس و بزن به دیواره تو اتاقا. همین کارو کردم و دیگه ندیدمش. بچه‌ها، این داستان واقعا ترسناک بود و خودم موقع خوندنش حسابی ترسیدم. منتظر داستان‌های ترسناک شما هم هستم که میتونین به آیدی تلگرام تو دیسکریپشن بفرستین و با هم کلی بترسیم.